السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. آدم علیه السلام وفات کرد در عمری که 960 سال داشت و هرگز گناه نکرد و فقط در عبادت بود. بعد از 1 سال حوا علیه السلام هم وفات کرد. آدم علیه السلام به 6 وصیت کرده بود که مردم را راهنمایی کند و الله متعال حکم النبوت را به 6 علیه السلام عطا کرد. یعنی 6 علیه السلام بعد از آدم علیه السلام پیغمبر شد. 6 علیه السلام پسر سوم آدم علیه السلام بود. یعنی بعد از این که قابیل حابیل را کشت، آدم علیه السلام بسیار ضیق شد و الله متعال به آدم علیه السلام 6 را عطا کرد. 6 یعنی نعمتی از جانب الله. و 6 علیه السلام مردم را حکم را نمی کرد. از ابوذر رضی الله عنه روایت است که میگوید فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم: الله متعال 104 صحیفه را نازل کرد به پیغمبران. 50 صحیفهش بر 6 علیه السلام نازل شد. یعنی سبب اینقدر صحیفه زیاد در چیست که از 104 صحیفه 50 تاش فقط بر 6 علیه السلام نازل شده است. یعنی در زمانه 6 علیه السلام مردم زیادتر احتیاج داشتند به راهنمایی تا که نظام را برقرار کند. 6 مردم را بیاموزد و همچنان آدم علیه السلام به 6 کارهای ساختمان و دیگر کارهایی که در زندگی احتیاج دارند مردم، آنها را هم آموزاند. 6 علیه السلام قوم خود را آگاه میکرد که به قوم قابیل نروید. یعنی در کوه ها قوم قابیل زندگی میکردند که گناهگار بودند و کسانی که با 6 علیه السلام بودند آنها یکتاپرست بودند. قوم خود را هشدار میکرد که به نزد قوم قابیل نروید که در فتنه گرفتار میشوید. ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى گفته است که 2 قوم در زمانه آدم علیه السلام بودند. یکی از آنها در کوه زندگی میکردند، یعنی قوم قابیل که در کوه بودند، و دیگری در لب دریاها زندگی میکردند که قوم 6 علیه السلام است. مردهایی که در کوه بودند یعنی قوم قابیل زیبا بودند. زنهاشون یعنی دخترها مثل مردها زیبا نبودند، یعنی بدروی بودند. اما زنهایی که با 6 علیه السلام بودند آنها زیبا بودند و مردهایی که با 6 علیه السلام بودند آنها اونقدر زیبا نبودند، یعنی زیبایی نداشتند. و ابلیس خود را به شکل جوانی کرد و گویا که از قوم 6 است به نزد قابیل رفت، یعنی به نزد قوم قابیل رفت و از شخصی از مرد پرسید که من را به کار بگیر، میخوام در نزد شما کار کنم. خب آن را گرفتند. روز تا روز ابلیس در بین مردم موسیقی یعنی میزد و مردم در اطراف ابلیس جمع می شدند، در حیرت بودند. یعنی بار یکم بود که این موسیقی رو می شنویدند. مردم زیادی از قوم 6 علیه السلام تأثیر یافتند و به نزد قابیل رفتند و گمراه شدند. روز تا روز اطرافیان 6 علیه السلام کم می شد. یعنی کسانی که 6 علیه السلام را اطاعت می کردند بسیار کم بودند و یکتاپرستا هم کم شدند. در روایت گفته شده است که 6 علیه السلام بیمار شد و با پسرش انوش وصیت کرد که او را در نزد آدم و حوا علیه السلام، یعنی در نزد پدر و مادرش دفن کند و بعد از خودش انوش مردم را حکمرانی کند. ابن عباس رضی الله عنه میگوید فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از وفات 6 انوش مردم را راهنمایی کرد و بعد از وفات انوش قینین و بعد از وفات قینین مهلاییل. در بعضی روایات آمده است که مهلاییل
اولین شخصی است که درختها را بریده شهرهای بزرگ، قلعه‌های بزرگ را بنا کرد و ابلیس و شیاطین را یعنی از روی زمین هموار به کوه‌ها راند. و مهلایل تاج بزرگ داشت، 40 سال حکمرانی کرد. وقتی وفات کرد پسرش یرید یکتاپرستان را راهنمایی کرد و بعد از وفات یرید خنوخ راهنما شد. خنوخ یعنی ادریس علیه السلام. انشاءالله تعالی در نوار بعدی قصه ادریس علیه السلام را میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.